استاد بخشش قهوه‌تون تو هم جرا آوردم سری فرزند رفت حاضر رفتیم او شما بیرون. خدایا خداوند مرا در پناهت نگهبان باش آمین. یا خدایا من چرا میدیده باشم؟ من دیوانه شدم بخدا. کارتا کلاس نیست در خیالم است در خیالم است نیست باور نکن این خیال است نیست کو ای خدایا من دیوانه شدم در حقیقت. ای خدایا مرا بیام. کسی آتش زده است دیر باشد اون رو دستگیر میکنه. خانم جان جناب شیرعلی در سیم چشمانتون رو کلام بشوید چون که آنها کار میکنن که دلیل های شیعی را نیست کنن. بله نیست میکنن. اون جنابی بودی رفتیم. کنی یک هستا نیست کنیم. صبحان اینجا هم استاد. ایرم اینجا هستم. آرتیق از جایتان از جنب دستهایتان رو به بالا خیزید دستا به بالا. خیزید بچه ها همتون از جایتان خیزید. هیچ کس نجنباد. بخیر است استاد چی شد؟ چیزی نشده است استاد احمد. برای کسی که سیمپ رو آتش زد کافتکاو میکنه. چی استاده؟ کافتکاو کنید. بردارید دستانتون رو بالا بردارید. معلمان مرا بد میبرد. دمد رو گیر. دستانت رو بالا کنید. معلمان چون من خواهی است. خاموش باش چیزی نیست اونجا. تو جزدان نداری؟ ایسو گذار. کنی تو دستانت رو بالا کن. دستو با بالا. نجم. در جزدانی تو نباشد. بردار دستو تو. معلمان نقض نگاه کنید. دستانت رو بردار. تو هم جزدان نداری؟ نیست. بردار دستو تو. جزدانی تو هست؟ بله از من هست. اینا چی هم صبحان؟ استاد ادب چه بدهی کو؟ های ورته ایسی برو کو؟ برو استاد یک لحظه ما با تو استیپندی میتیم که تو طلبه فعال هستی تو باشی مکتب رو آتش میزنی. استاد من نکردم. خاموش باش گپ نزن کارنامه. استاد صبحان چنین پسر نیست. چونی نیست؟ این چیه اگه نیست؟ استاد من نکردم میگم من سیگار نمیکشم. حالا هم گپ میزنه. گپ نزن خاموش. زورا جان خودت رو گناهکار نحساب. به پیش نگاه کن. آخر این گناهی تو نیست تو. فروخ ما رو گذاشته با کجا میره فروخ. سلو لیوین تو در بین زنها چی کار میکنی؟ این فروخی کلمه با وقتی مردن شایاز بدبخت میمون بعدی تو میمون خیلی سلو. لیوین تو چی ها میگویی؟ گوش که سلو جانی من دنیا همیه همه میمونه. اکه فروخ بیروزا بینماز رفت در اون دنیا چی جواب بید؟ کافیس لیوین باز سر کردی رو از اینجا زود باش جانم بعد گپ میزنیم رو تمام سلو جان ساعت دیشان زنگ خواب توبه
بریز تمام بریز بساز سراغویم نگید مادر جان. آرام آرام مادر جان. صف ها را درست کنید، تلفن های موبیلیتان را خاموش کنید و ریاض باشید. استاد صبحان میگوید که من نکردم. نکرده باشد اینها در جزدان یو چی کار میکنند؟ این حالت روشن است. کسی در جزدان او مونده است. اس حرف زدن نگو از بار میخوام. بچه ها کی اینها را به جزدان صبحان ماند؟ جناب مدیر بینه صبحان رو من میشناسم و این خیلی پسر نیست، این کارو نمیکنه. نمیبینید جناب شیرالی، اقلا شما فهمید مرا. اینها دلیلن همه چیز کشاد و روشن است. جنایتکار را یافتیم رفتیم. صبحان زود باش، جزدانت را گیر. زود باش. راست با اتاق من میرم. استاد صبحان این کارو نمیکند، از راستی میگویم. شین ای دختر باش. استاد نکنید لطفاً. صبحان در جایت ایست. استاد او را پیش کرده با پول استیپندیای وای ضرر سوختار را جبران میکنید؟ همین خیلی کردنی. غیر از این طلبه فعال است. یعنی شما خودتان این را نمیفهمید. ایستید استاد احمد، جاد دویز. با من حقی چونین گپ زدن نداری. جای خود را بدان. جناب مدیر لطفاً آرام شوید. شما هم جناب احمد آرام باشید، حل میکنیم. و این ناحقی چشم نمیپوشم. نمیگذارم صبحان را از مکتب پیش کنید. بس که دیرکتری مکتب منم، هر چی گویم همان بشود. فهمیدی من را؟ دیرکتر این مکتب شمایید. راهبر این صنف منم. تمام. به اجازت من کسی از صنف بیرون برآمدن نمیتواند. با خدا باوری دارید؟ بله استاد. بله. بچه ها از شما بودن یا نبودن خدا را نمیپرسم. ایمان دارید میگویم؟ بله استاد باوری داریم. البته ایمان داریم. بینید بچه ها، با خدا ایمان داشته باشید. کاری را که در آخرت جوابش را دادن نمیتوانید دست نزنید میگویم. از شما یک چیز را میپرسم. اینها را در جزدان صبحان کی گذاشت؟ گویید اگر کمی وجدان داشته باشید کی کردین؟ من کردم استاد. چیزهای من است. نه استاد. استاد من کردم. من کردم استاد. من کردم استاد. من کردم. من کردم. من کردم. من استاد. من کردم استاد. من کردم. من کردم. من این کارو کردم استاد. من نکردم استاد. شما چیکار کردید صدایی؟ اینجا چی گپ است؟ گپ‌های بیهوده. اینجا تئاتر است برای شما؟ استاد معلوم شد که همه صنف را رانده نمیتوانید. این خیل باشد این مسئله را همینجا میپوشیم. میخیر؟ همه خیل. این خیل باشد غیر از جنایت دیگر همه جزای عمومی میگیرند. به همه شما جزای تنبیه میدید و ضرر سوختار را همه تان یک با یک مبلغش را میپردازید. مرحمت استاد بگی صنف رحمت. درس خوب. بسیار خوب شد. تمام آفرین استاد. آفرین.
بچه ها خاموش شوید. صبحان به جایت گذاشتین. با کجا رسیده بودیم؟ استاد لبای پسرم. برای کمک امروز کرده تان سپاسگزارم. سلامت باش. من این خیر شاگردم را به 2 گرگ وامی گذارم. رحمت استاد. رو استراحت کرده گرد. زنده باشید استاد. چرا با تلفن جواب نمیدهد؟ یکان کاری ناجا کرده. چرا استاد احمد پشتیبانی همه است؟ هیچ چند ما را پشتیبانی نکرد. اینجا بیا. تو چرا قدر بشرفی میکنی ها؟ سبحان آرام شو. چیکار میکنی؟ بچه های آرام شو. مرده چیکار کردم؟ هم فعالیتی فصلی هم داد میزنی بود. چون که استاد تو رو خرید. منو سرده من بشرف رو بکشم. سرده اینجا بیا مرده روبین با من گوش کن. احتیاط کن. حالا چیزی نیست. اگر نخواهی به سرت بلا آید از این دختر دور باش. منو سرده کنه بینه برو منو چیکار میکنه؟ کنه بیا سوری بیا مرده بیا. کنه بیا. با پولی من میخوری باز پولی من میگوشم. حاصل پولاتون بزنم میمون. دیوانه گرد رفتی. سرده تمام چیزی نیست. آروم باش. گذشتم. خوب هستی؟ چیکار میکنی؟ چیزی نیست. خوب هستی؟ خوبی؟ چیکار میکنی؟ بیا خوبم مرا بیا تنها وقتی از بذار. اینجا. چیکار میکنی؟ زبان رو میزنن ایستو. و تو چه باید رو میزنن؟ آخیر باید ایشکی منن. خوب هستی؟ خوبم تشکر. برای من شده در سیم گناه رو خسته به دوش گرفتی. برای آن هم سپاسگزارم. از کجا میدونی که برای تو خستم؟ با همه هم صفات تشکر گفتی؟ همه خست از جایش. یا خدایا چرا از این دختر خبری نیستن؟ عجبا به خانهش رو. اما یک بابای دیوانه دارد چی کارهایی که نمی کنه. اگر به خانهش روم نیتم آشکار می شود. چی شده باشد؟ تشویش شدم آخی. منو بگیر از این روزای در به در، از این روزا، از این شبای بی ثمر. منو ببر به خاطرات رفته اون روزایی که تو جا گذاشتی پشت سر.
کجای قصه پس زدی منو محال بی پناه تر از این بشم قریبگی نکن دلم قریبه نی همونه که برات ستاره چیده بود بگو که یادته بگو که یادته همون که گفتی از خدا رسیده بود دریافت لذت دلخواه نه همیشه به آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرا حلاوت بر. مرا خوب گوش کنید. این دیوانه‌ای که در این رسم است اصلا با این مکتب راه نمیدید. ما رو فهمیدید؟ فهمیدیم دیرکتور. بله فهمیدیم دیرکتور. بگی تماشاش کن. شما خواتین نشین رفیق دیرکتور پشت داری مکتبمون میشکنم با دستم در گردت کشاش بکنم. بسیار خوب. بده پکور. بله بچه ها، خداوندی بزرگ به ما انسان ها با راه های گوناگون اشاره ها کرده میفهماند. یعنی این خیل مثلا در حالت خواب بودنتان می شود، در خوابتان به شما یگان اشاره می رسد و دلتان یگان الهام می تواند آید. همه این از جانب خداوند می آید. استاد یک مثال آورده می توانید؟ یعنی این خیل چی خیل گویم به شما، مثلا به اختیار به سرتان یگان سوال می آید. این خودش یک اشاره است، فهمه؟ این چی است؟ بشین بشین بشین. چی هست؟ 1 2 3 4 استاد منو میشنوه. این صدای کی است؟ استاد من هجری ام. یک سوال دارم استاد. هجری؟ مرا به درون در اومده نموندن. از همینجا سوالم رو پرسم میشود. هجری پسرم دیوانه ای مگر تلخ کفم کردی؟ استاد سوالم رو پرسم. دیوانه ای مگر پسرم؟ استاد البته که پرسد. شما نگفته بودید که از آسمان سوال میآید. انا آمد کو. خوب کی آمد؟ هجری پسرم گوش کن. استاد گوش نمیکنم. سوالم رو میپرسم. استاد در راه عشق میمیری شهید میشوی؟ چی؟ استاد از نظر دین میپرسم در راه عشق اگر بمیری شهید میشوی یا گناهگار استاد؟ گناه هست. این چی جواب داشته باشه؟ گناه هست؟ نمیدونم من. چی گپ است اونجا؟ این گناه باشد. جواب این سوال رو میدونی تو؟ از کجا؟ سوال های باید عثمانی از چی است؟ بله خاموش بچه ها، در این موضوع کی چی فکر داره؟ استاد این خیلی چیزها رو از ما نپرسید. از کجا میدونید؟ با خدا استاد پیشش کنید رود نخواه آدم برای یک دختر خود رو کشد. استاد در همون جا هستید استاد؟ بله اینجایم. استاد شهید میشوی یا نه؟ هجری دردی تو چی است؟ برای یگان دختر شده خودت را کشتی؟ نه استاد، برای یک دختر مگر خودم را بکشم؟ این خیلی باشد دردت چیست؟ چرا میپرسی؟ استاد این سوال سرم را گرم کرد. خواستم بفهمم.
دوگانه با این که تقیید خونه داشتری میکنن. فکر میکنم که یکون دختری که کسی سروغش نمیکند و مثل تو در خانه مونده است. ای همین خیر میبینیم که اول خونه دار میشود. تمام این خیر باشد دعوتنامه را از خانه پیرانسالار انتظار میشود. هجری پسرم نخواد برای یک دختر شده به خودکشی دست زنی. سر باشد تاقی بسیار میگوید. استاد شما مرا نفهمیدید. مقصد من این است که در راه عشق بمیری شهید میشوی یا این که نه. تنها همین. یا خدا باورم نمیآید از پشت این نکه هجری در سمان ماند. دوگانه میگویم که با تو بسیار موافق است. دیگر نیزیم. احتیاط کن باز به هجری عاشق نشوی. ای پشتم خورده ایستاده است بخور. میموری آوازی کنی. دخترم خاموش. این پشت آدم است یا پشت سنگ پوش؟ استاد هجری کجایی؟ جایزه یا نه؟ مرا گوش کن هجری. نویس. هفته سوار را ببین. پسرم هر کسی که در راه عشق خودکشی کند از بهشت محروم است. نخود در راه عشق خودکشی کنی. میگویند سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگری. فهمیدی؟ خدا از شما راضی باشد استاد. مثل پرنده سبک شدم. خدا از هممون راضی باشد. خیر نباشد. جواب سوال را تو که گرفتی اکنون از اینجا پرواز کن پسرم. مسافران محترم آماده شوید از صنف و بیرون پرواز میکنیم. پرواز کند. دقت بود. ای خم شو. نیجبا چیه؟ چی من رو نگاه داری؟ از قفای باید محافظان بیدا انام او رو دستگیر کنه از پوش روه آنجا دیوار از نمیبینی تمام پایان شد ماشاءالله. تمام کار خیز تمام گیر ماشاءالله. دادر جانم خدا از تو راضی باشد. انا سوالم رو پرسیدم جوابم رو گرفتم. تو هم ثواب گرفتی میدانی یا دادر جانی من. دستگیر کنه اینجا نیست از اون طرف روه من هم میایم. ما رو میکوبند. بیا میگریزیم زود. گریز زود باش. زود بیدا. ای بلا زند کنعانی دیوانه برادر انیق این دفعه مرا میکشد. پروا نکن آرام مثل فیلم ها آرام راه رو نترسی درم. خیلیت شدم بایی ملیس تلفنش رو فراموش کرده است. سلام با خانم میریس گپ زده میتوانم؟ شما کی هستید؟ یک رفیقش. بخشش چه خیلی رفیقش؟ میخیل یک رفیقش هستم. دوست پسرش هسته؟ نه من دوست پسرش نیستم. رفیق عادیش هستم. چند روز از زنگ میزنم جواب نداد. خواطر شدم. نپرسید دردمون سخت است. شوهرم یعنی پدر ملیس رو از دست دادیم. خانم بخشش که خبر نداشتم. خدا رحمتش کنه. من با ملیس هم گپ زده میتونم. ملیس سری خاکی پدرش رفته است. برای زیارت. در کدام مزار دفن کرده شد؟ اگر دانم شاید به زیارتش میروم. خوب تکرارم خدا رحمت کنه. میریس
لطفا گوش کنید. من با میلیس. تو با کدام رویت نام میلیس را به زبان میگیری ها؟ از این پس از دخترم خودت را دور میگیری. به فکرم مرا خوب فهمیدی. اینجا چی گپ است؟ چی گپ است دیگر؟ نبیره دوست داشته تو با کارهایی که با او دخل ندارد بینی میخلاند. بابا جان، دلم به میلیس میسوزد. باز با آرامگاه رفته است. تلفنش رو اینجا فراموش کرده است. چی؟ تلفنش رو فراموش کرده است؟ این دختر چی کار کردنش رو نمیداند. زورا دخترم، تو هم به ما زور رو. دردها با گفتن سبک می شوند. در این وقتها قهر نکنید. تو دل بزرگت را نشانده رو. تلفن میلیس را نیز بر. بعدا برای امکت یک بار دیگر دعا کن. خدایا توبه. چرا من تلفن میلیس را به زهرا میدادم؟ گپ نزن. تلفن را بده. تلفن را ده. خیر دخترم، تو زود رو. بابا جانی من. دستم می شکست و میلیس را شب پات نمی زدم. آه فرخ، آه پسرم، مرا به درد پسر گرفتار کردی. همه‌اش از پشت تو کرتکیل است. کاش که مثل گفته کمی سر و نل در قید حیات می بودی. من تو را زنده به زنده پوستت می کندم. همه‌اش از پشت تو شد. شغال ساخته کار کرده کلاس. اگر به حیات ما نمی در آمدی این کارها یگانتش رخ نمی داد. بیچاره میلیس روزهای سخت را از سر گذرانده است. باید در نزدش باشم. دلگیر شده میرفته. نیست اکا. چی شده؟ اکا همه جا را کتیم شکت رو نیفتیم. میگن که رفته است. وای شوکت وای، یعنی شما رو فریب داده؟ با هر راهی که نباشد او را به دست میارم من. آن زمان میبینیم رفتیم. مرحمت اولیا حضرت. تو بود رو ما ایسوسونه نگاه کنیم چیگه باشه؟ یا خدای مهربانم، میلیس بیچاره را پدرش مرده است. روزهای سخت را از سر گذرانده است. نزدش نبودم این کار را ببینم. عجبا به خانهش روم. برادر یگان جمعه کمان فرام. تو کی هستی باز؟ برادر کسی باشم نباشم با ماشینت پنهان شدم. رحمت خدا از تو راضی باشد. به طرف راست اینجا من میفرایم. پسرم تو به اجازت به ماشینم سوار شدی، فکر کردی که این ستارکس است؟ تربیت داری؟ تو کی هستی پسر؟ ای برادر من کی هستم نیستم با تو چی؟ همین ماشین خوردم آخه. ایخی گوشم چی داد میزنی؟ چی داد میزنی؟ برادرم چی من خوب میبینم؟ او تو مرده بودی کو؟ زنده ای؟ حاضر یک کلت میگیرم بعد میفهمی کی مرده. ای برادر از راستی تو زنده ای؟ کنیا بینم بیا اونجا. ای نراست اونجا گرمه ای زنده ای بخدا. تو چی دیوانه هستی؟ مگر من به مرده مانند هستم؟ مانند نیستی، برای همین میگم آخه. پسرم تو در اینجا چی کار داری؟ کی هستی که میپرسی ها؟ یا خدایا این خوب نیست. به خدا که حقیقت است.
ای بچه تو مرده بودی به خدا که مرده تمام شدم در دوین تابوت موندو لیکن در وقت شدن گوشت می جنبید کلتکل از برادرم باز گیله کردی هم بیا دیوانه هستی تو برادر خدا رو شکر زنده ای به خدا تو مردنی تو را به پدری من حسه میکردم وقتی که تو مردی انا همه وقت به پدری من فهمیدم برادری جانم شکر خدا که زنده ای کل جان چرا زنده بودن را به من نگفتی برادر خدایا توبه کنی فرا از ماشین فرا گفتم ای برادرم ای تو را چی گرفتم میگردم بیا آغوشت گیرم با خدا یک میزنم باور کنین که برادر جانی منی گم شو گم شو نبینم افتی خونوکت را کی هستی دیوانه است مگر با خدا که مثل حقیقت بود خیر که از خوابم میخیزم حالا هم بیدار نشدیم یا اینکه این خواب نبود چی نکند از راستی باشد ما نیز دیوانه شدیم مگر شوکت خودت رو به دست گیر حالا جوان هستی با خدا که این از راستی بودی پیشک تو هم ماشین رو دیدی زیارت امکم اومدم اجازه ده در غمت شریک باشم نمیخواهم زهرا در هیچ کارم شریک نشو تو رو اصلا نمیبخشم من اصلا بین پدرم اینجا خوابیده است تو و بابایم او رو کشته از اینجا بیرو دیدی بیتولجو جوان بود از این عالم درگذشت یعنی کی میمیرد کسی نمیداند خیر چی؟ چی خیر چی؟ برای خانه‌دار شدن مرگ مرا میخواهی تو این چه گپ است سمی؟ مجبورم میکنی ها؟ یک روی کرده خانه‌دار نمیشوی من باید با درون درویم التماس با من خانه‌دار شو کسال میآید میگویم سمی تمام 2 دقیقه نرو وای شوکت این به عقل رو ببینه فکر کرد که از من گریخته میتواند کلمش را یک بار دیگر با دست آورم یک طرف می نیستی؟ میستم اما وعده میدی که با من خانه دار میشه این کلمش دیگر نیست مگر؟ این رو بینه من به این نگفته بودم که از خاری کلتکل از خودش رو دور بگیرد با خدا گفته بودی که من شاهدی میدیم بردارید این کلمش را روید قسم میخورم
برای با تو گپ زدن از وزارت تندرستی اجازت میگیرم، فهمیدی ها؟ چه؟ کوپش درو کلامو که اینجا بیا ایسته چطور؟ یا چپ بایم کرد باشیم آمده مرا سردی سمی خوش آمدی شیر بچه شما چیکار میکنید؟ ای سمی ای iltimos از پس همون گازلری تعقیب کنید. رفتیم زود. ای کلموش، من به تو نگفته بودم که دیگر خاری کلت کلاس را آزار ندی ها؟ چی خیلی آزار دی اکای کن اونجا من با او اویلدار میشم. خاموش خدا نشان ندهد تو بابای دختر نمی ارزی. اما این کارهای شما غیر قانونی است که با فکر مجبورم که پلیس رو خبر دهم. بله از آن دنیا پیامک میفرستی با پلیس. کلمات را عرضه کن که به ایمان بودن نروی. کلمات بخواه یا خدا افتیدم بسیره باش قبرم رو پر نور کن با ایمان مردن رو نصیبم کرد. خیلی دعای چی میدونم بالا سرم سیرا از دعا مخاطرم نمی آید آخه. تکرار کن اشهد الله اله الا الله. ایسته بدون شما چیکار میکنید؟ ها؟ دیوانه هستید؟ خانم بتو این ابله از خود رفته بود، ما باشیم جزایش رو میدهیم. نه من از خود نرفتم آخه. ادم با این ها دیگو که خاندار میشم. ایستید. کلت کلاس آمد. با کجا می رود؟ چرا دوست داشتهش رو ندید؟ چی گپ است؟ خانم بیت المعذرت میخوام ولی شما با همین کلموش خاندار میشوید؟ آرام باشید. روشن کنیم؟ نه همینجا میستیم. او رو نظارت میکنیم. با ماشینش که نشست او رو داشته نزد سردار میبریم. گبزن آخر بیتون خاندار میشویم. میکشن مرو. دیدید ها؟ یکون صدا نیست او را پرانید. بیتون ایسته اکم ممکنه چی بگو؟ با فکرم همین کسی اگر دوست میدارم در بینشون عشق محبت است. نه در بینشون یکون چیز نیست. پرانید او را. بیتون دیگو خاندار بشویم که مرو میپرانند آخه. شما را ایستید گفتم. خانم بیتو دروغهایش نجاتش نمیگن. تنها عشقی صمیمی لازم است. هم شما یادگاری از محترم کلتکیغس هستید. از شما میپرسم این ناآدمی ناقصی میمون شکل را دوست میدارید؟
بگو خدا رحمتش کنه. زومبی گورزت این تابلوی ساخته از قبر بیرون آمده است. یا خداوند ما را نگهدار باش. گورزت چه شد امام زومبی دید مگر؟ مردک دستم را گیر. ای گورزت از یکی جان نشستید از گورزت. معلوم شد که خانم بهتون جواب نمیدید. پرونت بخدا قسم میخورم پرونت برو عجلم در همینجا بوده است. نه دوست ندارم نه خانه دار میشم. زندگی هم هر رامت پرونت برو. توبه سخنی آخرانش را پرسید. پرونت گم شود تیستر. زود کلمات را عرض کن. بگو اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. خدایا این بنده گناهکار را قبول کن. اسکافی بس است. چیکار میکنید شما؟ ها؟ چیکار میکنید؟ سمیرا میکشم تو بشو حال میمون. تو چی؟ چیکار میکنی؟ در دستت چی است؟ سلاح. پایان کن سلاحت رو. پایان کن میگویم. پایان کن. تو هم پایان کن. پایان کن. سمی از جهت خیز. سمی خیز. برخیز. یا خدایا. خیر نباشد رفیقان. خواهری کاتا کلاس رو ببینید. چه خیلی جسور بوده است. من محترم کاتا کلاس. انا همه خیلی خواهری جسور میزیبد. با خدا حلالش باد. بیتول اکنون میدونم که مرا دوست میدونی. وگرنه مرا به دست این آدم ها گذاشته میرفتی. چی ها میگویی سمی؟ ها؟ تو چی ها میگویی؟ میگویم که میدونم مرا دوست میداری. برای خانه دار شدن مجبورت نمیکنم. کدام وقتی که تو خواهی خانه دار میشویم. راضی؟ این گل ها برای توست. بیتول جان ایسا میدونی چی؟ میلیس؟ بخشش من دیر فهمیدم که پدرت وفات کرده است. خدا رحمتش کنه. به تلفنت جواب ندادی. خواطر شده. در این حالت چی گفته می شود؟ البته دشوار است. یعنی من هم این درد را چشیدم. برای همین میدانم دشوار است. اما پروان نکن. تو را تنها نمیگذارم میلیس. احمد التماس مرا تنها نگذار. نه نمیگذارم. پروان نکن. بیا کمی راه گردیم. با یگان جا رفته قهوه نوشیم. حالت خوبتر می شود. نه نمیخواهم. همینجا نزدی پدرم بمونیم ها. خوب. لبای از نه. میلیس جان چی خیل هستی؟ رحمت چی خیل باشم دیگر. میلیس جان بخشش میپرسم. بعد جنازه به تو زنگ زده نتوانستم. حاضر من به زیارت پدرت میروم. حاضر گفتید؟ حاضر جانم. شادی از نه. رحمت برای زنگتان. تو بزدید. لبن
سردارم از برای خدا شما چیکار کرده ایستاده ده؟ از من نپرسه چه سری قبر جناب فاروق کل میره بده؟ هم مرده که همون دکتر نفهمیده که چی گفت. در ترکی نگرد، در قبرستانا نگرد. با کار نکنه که اورای کلتکله سمانده دم بی اورای فاروق کل بگیری. سفسته نگو لوین، سفسته نگو. ماشین رو های کن. به زیارت یکی فاروق میرویم. تمام میرویم. سلامتیت خوبه؟ خوبم دارو خورده. به خدا که میترسم همی کسل گذرانده نباشم. با نظرم چی شد میلیس؟ یگان گپ است؟ نه چیزی نیست وای احمد من کمی تنها موندن میخواهم بیمالو ها؟ تمام من اینجا منتظر میشم. نه نمیشود من زیاد میستم تو را بعدا باز میبینی مایلش؟ تنها گذاشتن نمیخواهم. نمیشود احمد التماس نباشد شام به تو زنگ میزنم. بهترین میشود. خیر مایلش تو بازدید. چی شد نمیدونم اما زنده است. حضور رو گرفته میارم. در آنجا میفهمیم سردار. تمام با ما خبر دید. سردارم وجدان ایسانیم امشب چیزی شود نشود با خانم سلی گپ میزنم. ای کمیسر رونال است پایون شوید. سلی نمیگم بیاد توی کنیم بس اخیر به خدا دلگیر شدم از زندگی. تو نیستی وجود نداری کلتکل است. برو کرو سردارم الان گفته دکتر را کنه دو ما خود را تسکین دید انشالله که خوب میشه. نیستی کلاس که دیدی بگو تو کلاس نیستی. شما اینجا یک دقیقه بستیم من رفته اگه شنبه بیارم در سر قول فاروق کل میریزیم ثواب میشه. مالی را ای پلیس اینجا چی کار دارد؟ جین زند کلتکلاس رو میدارند. خدایا توبه به این دختر کی زنگ زده بوده؟ از خود رفته در جای شب شدم و دوست پسر داشته باشه. میداشت شب در خانه من میمون. آی این رو بیر رش نکن برادر دیگر کار نداری تو هم خدایا. کمیسر نیست مگر؟ این دیوانه رو ببین چرا نمیگریزد؟ طرف کمیسر اونال میرود. ای برادر تو چی در داری؟ ها؟ از من چی میخوایی؟ راهی طبابتش ساده است. کلتکلاس گفتنی گپ نیست. این در نظرتان میتواند. تو نیستی چی میگویی تو؟ پس چرا از پسم میگردی؟ یا خدایا از تو قرض دارم مگر؟ از من چی میخوایی؟ تو نیستی. چه خیل نیستم آدم که نباشم چرا از پسم میگردی؟ مرا مسخره میکنی ها؟ تو در سری من تو رو میبینم یا نمیبینم. تو نیستی یا در تصوری من هستی کلتکلاس. تو نیستی. تو چی ها میگویی؟ کور هستی مگر؟ ها؟ نمیبینی مرا؟ تو نیستی تو. با تو میگویم نمیشنوی. ای خیال هایی که شما میبینید میتواند به شما تاثیر فیزیکی رساند. پایتان را سیر میکند، با شما گپ زدن میخواهد، حتی شپوتی میزند. پسرم تو مرا مسخره میکنی؟ با خود بیا. کلتکلاس کمیسر را شپوتی زد. آقا کارهای عجیب شده ایستاده است. مرده ها خسته زنده ها رو میزنند. مکان بیخاصیت است. تو در نظرم مینمویی. در نظرم نیستی. تو نیستی. تو در غیب میزنی. نیستی. تو در مغز سرم هستی وگرنه نیستی. این دیوانه شده است. خدایا توبه. کمیسر او رو دستگیر نکرد. این خل باشد ما او رو میگیریم.
من شما را دستگیر میکنم. سردارم تو نیستی تو. سردارم آدمانی سخرات رو دیدی؟ نه تمام نیست. سردارم التماس خطا به دست بگی؟ حالا مثل دیوانه ها رفتار میکنی. نیست چی نیست؟ نیست بای رفته مکه فرخ رو زیارت کنیم. بمانو فرخی کلم حاضر آدم های سخرات دیده میفهمی؟ من آدم های سخرات رو رفته مکه فرخ منتظر است. رفتیم بیا آدم های سخرات تعقیب کنیم سردار. پیسرم را گرد اکی فرخ منتظر است میگویم. هم مردک فرخ گریزن است نمیره و سخرات یافتن شد با زیارتش میرویم. اومد یا رب العالمین این چی گپ است اینها را بود. از ماشین فرار زود. مایلش ببینید کاری خطایی نکنید از برای خدا. تو چه خیلی آدم هستی؟ مردم گفته همه رو فریب دادی. خیلی نیست شما مرا به کسی مانند میکنید. خاموش شو. به نزد سقراط برم تو را پورا کرده میپرتاید. بعد همش رو میفهمی. ایستکا سقراط کی است؟ من نمیشناسم او را. نکنید از برای خدا. راه گرد از برای خدا است. این را با ماشین بار کنید. به نزد سردار میبریم. تو که این را بینا من را به حال خودم مانید. من یک آموزگار هستم. نکنید از برای خدا. خطا کرده ایستید. سقراط را من نمیشناسم. چه خیلی آموزگار؟ نمیشناسم من او را. ایستید. خودتو زند. چی نگاه میکنید؟ از پسش نوید. خدا لعنت کند. گپ نیست جگر. خودت رو نشان دادی. خدایا حیاتم رو نجات دادی. دیوانه ها مرا باکی مانند کرده ایستادند. سلن میدونی چی؟ خیلی در عرفیت میگوین که یک سر دو سر کردن در کن. ما همیشه قطعی تویم. مقصد سر لیوین تو سیلن جدا یکی در یک گونش. فهمیدی بفهم؟ لیوین با خدا دلگیرم کردی لیوین. از صبح تو هستی میگویی من هستم میگویی گپت رو گوی آخر چی گپ است؟ تا در بین گرد ندارو؟ این همه سخن کنه میگه که میدونه جزیر میکنی. لیوین چرا تو به سری من داد میزنی؟ برای چی عصبی شدی؟ 100 فیز راست میگه سیلین جان. مرا ببخشید. من برای تو عصبی نشدم. من با خودم داد میزنم. من بر لیوین با ای عشقی نخواه خودم خیلی سخن. لیوین جان چی رو گفتن میخواهی؟ سیلین جان خواهش میگم یک لحظه ایستو که من گپامو توخی را بزنم. خواهش میگم سر لیوین تو سیلین من گفتنیم با گپامو فراموش کردم. نمیتونم چی بگم. لیوین چی گفتن میخواهی کنی بگو؟ سیلین جان میخوام خواستی دل ما برای شما بگم لیکن گفتن این سخن چقدر دشوار است. سیلین جان یک دقیقه زبانم نمیگردد. میخوام که سخن دلم رو برای شما نشون بدم. با من خانه‌دار میشوی؟ بله. چی بله؟ بله. دختر دیوانه شده. چی بله میگویی؟ همین از تکلیفم. دیوانه نیست جانم نرا. لیوین 100 بار بله، 1000 بار بله، میلیون بار بله. چی بله؟ به تو خونه دار میشوم. در زبان ببرم سیلین جان. این سخن دل من را چقدر به زبان آوردی جان. چشمون فهمیدی کمی کپور ما میگفتم. بله. اوه سیلین جان جونی من برای من خودت با مزه میکنی. میکنم. بخورم سیلین. دکتر آبی میگوید باید ضربه خوری. حیاتی من خودش ضربه است. دیوانه است مگر؟ سقراطش کی است؟ چرا از پس من است؟ خدای توبه. کمیسر اونال کی است؟ دردی ما تمام ندارد. نیستی گفته سرم رو گرم کرد. مگر من نیستم؟ از راستی من نیستم چی؟ سفسته نگو. چی ها میگوی تو؟ به خود بیایی؟ خدای توبه. چی شد؟ من چی کار کنم؟ زهرا دیگرش میلیست. سرم رو گرم کردم. خدا چی گفت هستن؟ هیچ نمیفهمم.
اینها از این طرف یا خدایا میجگان شیرالی مکتب از طرف دیگر اینها از من چی میخواندن؟ چی گپ شد؟ من چی ضربه میگیرم؟ خدایا تاثیر ضربه است که من در کجایم؟ اینجا کجاست؟ یا خدایا من اینجا چیکار میکنم؟ توبه کردم. زهرا کجاست؟ زهرا رو یاد کردم. پس مانت شدم زهرا. این خیلی نمیشود. نزدی او باید روم. باید زهرا را ببینم. خدایا توبه. چه شد؟ در اینجا چیکار میکنم؟ استودیوی کرم فیلم برای مخلصان فیلم هدایت یک اقدام نیک را پیشنهاد میکند. اکنون شما میتوانید که با خریدن فیته های اصلی فیلم هدایت صاحب تحفه های ارزنده گردید. فیته اصلی فیلم هدایت از استودیوی کرم فیلم چنین مقوا دارد. هنگامی که فیته فیلم هدایت را خریداری میکنید البته بر رویش نظر کنید. در اینجا گالوگرامای استودیوی کرم فیلم و رمز مخصوص جایگیر شده است. اقدام اینه که استودیوی کرم فیلم انا همین است که در گالوگراما بازی های بردناک جایگیر کرده شده است و علال خصوص در رمز مخصوص. اکنون من به شما نشان میدیم که چطور صاحب تحفه ها و بردهای مالی میگرده. گالوگراما را یک تنگه را گرفته تازه میکنیم. انا همین خیل آهسته آهسته رقم ها نمایان میشوند. در اینجا 3 رقم جایگیر شده است. اگر 3 رقمی یک خیله برایت شما برد میکنید، یعنی که اگر 3 برایت 10 سامان برد میکنید. 350 برایت 50 سامان تا 500 سامان است. 300 برآمد 500 سامان برد میکنید. هنگامی که من تازه کردم 2 تا 50 و 1 تا 5 برآمد، یعنی که من برد نکردم. اکنون دیگرش رو تازه میکنم. فیته اصلی میگیریم. خب ببینید در اینجا هست گالوگراما و رقم A744 رقم رمزی. خب تازه میکنم. ببینید انا 3 تا رقم 100 برآمد، یعنی که من برد کردم 100 سامان. اگر 3 عدد 100 برآمد یا 3 عدد یک خیله طریق SMS در تلفن موبیلی خود رقم چینی میکنید. اول برد گالوگراما رقم 100 رو مینویسید، بعدا حرف و رقم رمزی رو و طریق SMS پیامک به رقم 985 055 055 روان میکنه. از 3 تا 50 سامان را ما در صورت حسابی تلفنتون میگذارونیم. از 100 تا 500 سامان را پول نقد میدهیم. من در اینجا آمده است A744 باز میشه 755 A701 یا اینکه 2000 فرق ندارد. باز اینجا میشود ایواز میشود، ب میشود، اس میشود. خلاص فیلم را که تماشا کردید فیته ها را نپرتایید. زیرا بازی دوم شما را انتظار است. بعد هر 2 ماه بازی بردناک رمزها گذرانیده می شود. همه همین رقم ها را گرفته به قوطی مخصوص می اندازیم و یک تفلک بیگناه از درون قوطی یک چند رقم را بیرون می برورد. رقم کشیده تیفل و رقم فیته کسی موافقت کرد، آنگاه صاحب تحفه های ارزنده می گردد. فیته های اصلی انا همین است. غیر اینها همش دزدی و خلبکی هستند. از شما خواهش میکنیم که هنگام خریداری کردن فیته ها بسیار با دقت باشید که گالوگراما ها تازه کردگی نباشند. شما در حالت خریداری در همانجا تفتیش گالوگراما رمز مخصوص و دیسک نشان میدهد یا نمیدهد بگذرانید. بازی بردناک فیته ها از قسم 81 سلسله فیلم هدایت آغاز می‌یابد.
چقدر یاد کردم تو رو، مثلی که ماها ندیدم تو. زهرا یادت کردم. یزمه جانم چه خیلی هستی؟ خوب شده ایستادم. شما چی خیلی؟ خوبم. خانگی ها را یاد کردم، برای دیدنشون آمدم. گفتم تو رو نیز ببینم. خوب کردید رحمت. کارهایتان خوب هستند؟ خوب است، خواطر نشم. خیر من روم. شما بخیر. خوب، من شما را گسیل میکنم. مایلش رحمت. چی شدم؟ چرا اینجایم؟ چی کار دارم اینجا؟ برای تعزیه بیان کنی میلیس آمدم. عجبا. نه بابای دیوانش اینجا نباشد، در رو نمیکنم. خوبش زنگ زده بینم. لبای میلیس. من اکنون در این خانه دیگر زندگی کردن نمیخواهم. کاش همیشه در بری تو باشم و اینجا دوباره بر نگردم. مایلش احمد، فردا سحر میبینیم. تو بازدید. بابا جان، جونی من خوب هستی؟ خوبم. چی گپ شد؟ تو احمد گفتنی آدم را میشناسی؟ نمیشناسم. چرا بابا جان؟ میلیس با او گپ میزد، پگاه سحر وا میخورده است. زهرا، هوشم به این دختر است. پدر ندارد. اکنون همه این مسئولیت بر دوش ماست. بابا جان، شاید یگان رفیقش است. زهرا، میلیس اکنون با ما دیگر زندگی کردن نمیخواست است. با او زندگی میکرده است. این را در تلفن وقتی که گپ زد شنیدم. زهرا، این احمد را پیدا کن. میلش کنی ببینی کی بوده است. بابا جان، میدانید که میلیس با ما قهری کرده است. اگر باز ما از پس او تعقیب کنیم میرنجد. زهرا، خواهش میکنم. من پسرم را از دست دادم. زهرا، دخترش را از دست دادن نمیخواهم. مسئولیت او اکنون بر دوش ماست. التماس. جانی من، غمگین نشوید میلش. من میلیس را تعقیب کرده که بودنی احمد را حتما معین میکنم. اکنون بس از شما غمگین نشوید میلش. میلش، خواهشتان را اجرا میکنم.
داشتم که زنده هستی. رهایم کنید از برای خدا خانم چی کار میکنید؟ زیا جانی من عزیزم بیسته مرا به کسی مانند کرده. من زیان نیستم. چه شد؟ چه خیلی افتی اینجا رو خیر؟ خانم از برای خدا این خیل نکنید. من زیا را نمیشناسم. زیا من زهرایم. چرا نمیشناسی؟ چرا آوازت تغییر یافته است زیا؟ خانم از برای خدا ایستده. زیا کیست؟ این قدر از پس هم میدوید. چی درد دارید شما؟ گپ کن. به این هم به خاطر نمی آرد تو رو. زیا چرا مثل ناشناس ها رفتار میکنی؟ من زهرا را نمیشناسم. چند بار به تو گویم نمیشناسم. باورم نمیآید. زیا به خاطر بابایم خونه دار شدنی بودم. همش عیبی بابایم مرا ببخش. تو مگر گپ را نمیفهمی؟ کسی را که میگیری گیر به من چی؟ خدایا توبه. پس برای خدا رهایم کن. دیوانه است چی؟ اجازتی رفتن نمیدی همه تو. ای وای این دو منازیه را دستگیر میکند. همه اش را میفهماند با او. لطفا من به تو قیادت نکردم. با تو خانه دار شدنی بودم زیا. تو رو فراموش کردن نمیتونم زیا. نه سهرو نه. به تو اجازت نمیدهم. احمد رو گرفتن نمیتوانی. پدرم رو گرفتی ولی احمد رو گرفتن نمیتوانی.